أوحى به الله وحيا ففاض نور وأحيا به. وللحياة ربيع يهمي على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا. وللحياة ربيع يهمي على الروح ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برادر و خواهر عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که روزهای خوبی را سپری کنید. تمنا میکنم که مسئولیت هایی که در گردن ما شما هست الله منان توفیق ما بده که به وجه احسن انجام بدیم. باز در این برنامه ما شما در مورد بزرگترین عبادت، بزرگترین مسئولیت یک مسلمان که نماز هست، صحبت های هفته های گذشته ما را دوام میدیم. ما در هفته های گذشته گفته آمدیم که این مسئولیت نیست که ما این را عادی فکر کنیم، اگر دل ما شد انجام بدیم، اگر دل ما شد انجام ندیم. وقتی یک مسلمان مکلف میشه، جوان میشه، یا یک شخص وارد اسلام میشه، این مجبور و مکلف است که نماز را ادا کنه. این در سفر است، در حضر است، بیمار است، صحتمند است، پیر است، جوان است، زن است، مرد است، هیچ عذری برش نیست، معاف نمیشه از ادای نماز. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل قول میکنن که فرمودن صلی الله علیه وسلم که لا دین لمن لا صلاة له. دین نداره او کسی که نماز نمیخوانه. سبحان الله. ما در مورد فضایل نماز، اهمیت نمازی مطالب زیاد گفته آمدیم. حالا یک چند صحبت هم در مورد خود نماز میکنیم. در مورد نماز که تارک نماز، کسی که نماز نمیخوانه، کسی که نماز عادی فکر کرده، کسی که دلش شد میخوانه، دلش شد نمیخوانه، کسی که در وقتش میخوانه یا دیرتر میخوانه، این رابطه ها ما خیلی احتیاط کنیم، اهتمام کنیم که ما نماز حقش ادا بکنیم. وقتی که نماز در زندگی یک مسلمان نباشه، یعنی دین از او زیر سوال است، ایمانش زیر سوال است.
چطور میتونه یک انسان نمازی که ستون دینش است، نمازی که فرق بین کفر و ایمان است، این چطور میتونه که با بازی بگیره یا اهتمام نکنه برش؟ ما وقتی میبینیم حدیث زیاده گفته آمده میره که در قیامت اولین سوالی که میشه از نماز پرسان میشه. اگر ما نماز درست ادا کرده باشیم، حق نماز بجا کرده باشیم، بعد این وقت مورد قبول الهی قرار بگیره، بعدش به عبادات دیگه ما رسیدگی میشه. در غیر از او اگر نماز ما ناکام ماندیم، دیگه عبادات ما و شما حساب نمیشه، اونا همه رفت. در نماز اگر کس ناکام ماند و به حالش. ما ببینیم رسول الله صلی الله علیه وسلم در رابطه با نماز یک روز چیزایی فرمودن حدیث مبارک است که امام احمدی را روایت میکنه. میگن که من حافظ علیها، منظورشون از خود نماز است، کانت له نورا و برهانا و نجاتا یوم القیامه، الى آخر حدیث شریف که باز عکسش هم میگن و معنایش میایم کسی که نماز را با روش درست و صحیح دائما بخونه، این نماز در روز قیامت برای همین شخص وسیله نور است، وسیله برهان است، یا وسیله نور است، برهان است و نجاتش است در روز قیامت. برعکس اگر کسی بر نمازش محافظت نکنه، نمازش اهتمام نکنه، حق نمازش ادا نکنه، در روز قیامت نه وسیله نور است، نه برهانی است، نه وسیله نجاتش است. و سبحان الله تهدید میکنن پیامبر عزیز که این شخص در روز قیامت با قارون و هامان و هارون و در آخر که رهبر منافقین بود ابی ابن کعب حشر میشه. اعوذ بالله. نماز نخوان کسی که نماز در برنامه زندگیش نیست، روز قیامت حالش پریشان است، در دنیا هم حالش پریشان است، ولی در آخرت که حق به حقدار میرسه، ذره ذره اعمال ما حساب میشه، در اوجه ای در حالت خسران است. در جاهای زیاده ما میبینیم که پیامبر عزیز برای نماز، کسی که نماز اهمال میکنه، نماز نمیخونه، سخت او را سرزنش میکنه. حضرت عمر رضی الله عنه میفرمایند در یک مقولشان که کسی که نماز ترک کنه از اسلام هیچ نصیبی برش نیست. این ستون دین ما بوده، نور چشم ما بوده، معراج ما بوده کسی که مؤمن است. ولی وقتی که در زندگیش نماز نیست، یعنی که دین نداره، یا از دین هیچ بهره نبرده، از اسلام هیچ نصیبی نگرفته. حالا وقتی این مطالب رو ببینیم، چطور یک انسان جرأت کنه، یک مسلمان که این عبادت با این بزرگیش نادیده بگیره، در نمازش تنبلی کنه، اهمال کنه، او را ترک کنه، بعض وقتا هم اگر میخوانه در وقتش نمیخوانه، یا اگر میخوانه در او حقش ادا کرده نمیتونه، فکرش در او نماز نیست، مثل یک وظیفه علپتا میخوانه و میخیزه میره، در حالی که این نماز وقتی که برای آرامش قلبش بوده، یک نوری هست در وجود هزی. ما وقتی که میریم یک ویتامین رو برای ما یک دکتر پیشنهاد میکنه که اینی شما چیزا بخورین، این برای صحت شما، برای نور چشم شما، برای ذهن شما این فایده میرسانه، برای معده شما به خدا چطور هر روز رو وقتش دیده میخوریم، استفاده میکنیم. ما وقتی که توجه بکنیم در ماحول خود ما، وقتی میبینیم یک مردم میرن به نماز، خوب اهتمام دارن، وقت میخیزن، شب بر نماز عشا یا خفتنشان میرن، صبح وقت میخیزن بر نماز فجر میرن، شما یا دو شخصی که نماز نمیخونه چطور جرأت میکنه که همه رفتن به طرف فیض و سعادتشان
این در کارهای بیهوده بعض وقت بیکار بوده، مشغول زندگیش بوده، بعض وقتا کارهای میکرده برای ادامه زندگیش، یک کار میکنه که از اونجا مزد میگیره، معاش میگیره، در اونها مشغول است، ولی نماز. و در اونجا ما میبینیم که نه از اون نمازش خیر میبینه و نه از او کارش خیر میبینه، از هر دویش این بی بهره هست. ما ببینیم که اگر کسای در نماز تنبلی میکنن که حالتش خوب ترکش خوب خیر، آیت قرآن عزیز میآید که بعد اعوذ بالله ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. سبحان الله. یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. چقدر واضح یک گپ است. کی نماز برش تنبلی میکنه و کسالت برش پیش میشه وقتی که به نماز گفته شود یا این نماز بخونید، که اونا منافقین هستند. این از علامت نفاق هست که یک انسان وقتی به نماز دعوت شود یا وقتی نماز وقتش برسه، این احساس کسالت و خستگی و ذلگی کنه، به نماز سستی بکنه. اینا آیت قرآن میگه که اینا فکر میکنن که الله فریب میتن. سبحان الله. اینا الله فریب دادن نمیتونن. وقتی که مناظره که در بین دوزخی ها و جنتی ها هست، وقتی جنتی ها سائل میکنن یکی از مسلمان ها را که در وقتش با اونا بودن، پرسان میکنن که شما را چی کار به این جهنم کشان؟ آیت شریف میه در سوره المدثر است که آیت 42-43 است که ما سلککم فی سقر، شما را چی چیزا به دوزخ کشاند و شما را به دوزخ انداخت؟ اونا جواب میدن قالوا لم نکو من المصلین. ما از جمله نمازگزاران نبودیم. حال متوجه شدن که اعمال نامیشان به دست چپشان داده شده و اینا مستقیما وارد جهنم شدن. و متوجه از این حرفایی که ما میشیم، میبینیم که سبحان الله در روز قیامت وقت اعمال حساب میشه، به حساب رسیدگی میشه، و کسایی که اعمال نامیشان برشان میدن. قرآن هم بطور تمثیل میکنه فاما من اوتی کتابه بیمینه، و کسایی را که به دستای راستشان اعمال نامیشان داده میشه، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، حسابشان ساده است، آسان حساب میشه از اینا، چرا به دست راستشان اعمال نامیشان داده شده. و او کسایی که نعوذ بالله به دست چپشان داده شده، و اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه ولم ادری ما حسابیه. کسی که به دست چپش اعمال نامیش داده شد، نتیجه کارش از به دست چپش داده شد. ای کاش هرگز به من نامه اعمال داده نمیشد، حال پشیمان است، کاش که برم هیچ اعمال برم داده نمیشد و نمیدونستم که حساب من چی است. حالا حسابش برش گرفتن. چطور در دنیا مغرور جانت بودی؟ چطور وقتی که پدر بیچاره زنگ میزنه که 30 سال است بچه من نماز نمیخوانه، چطور میشه این کار؟ شما را او قایم میگیره اوجا که بله حال وقت حساب است. یک عده زیاد تمنای ازی دارن که خدای ما را مهلت بده، ما را پس بگردان، ما یک بار دیگه بریم ببینیم نماز خواندن ما را، ما چطور سر به سجده میگذاریم، چطور فرمان تو را میبریم. ولی او وقت خیلی دور است. در سوره المؤمنون میخوانیم که اعوذ بالله حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. سبحان الله. حال مرگ دیدن، مرگ رسید، یخنشان گرفت، حال اینا تمنا دارن که خدایا ما را یک دفعه به دنیا پس بگردان، بی بندگی ما را. متاسفانه که وقت دیر است کار. وقتی که حقایق آشکار شد، سکرات موت آمد،
یخن ما را گرفت، درد و رنج جان کندن حس کردیم. در اینجا در بعضی شیخ که نشان میتن مثل که برش جایی که میرفتی جنت بود ولی که عالم میری یک جای دیگه که وقت داد و بیدادش میبره که کاش که ما این کار نمیکرد. او قبر، تنگی قبر یادش میآید، در انتظارش عذابهای گوناگون در قبر، تارک نماز، دوباره زنده میشه، حساب کتاب هست. و این ترتیب ما باید که برای از این روز ما آمادگی داشته باشیم. نماز را که الله برای آسایش ما، برای آرامش ما، برای سعادت ما سفارش کرد. حی علی الفلاح، به طرف فلاح و رستگاریتان بشتابید. نرفتیم. حال سرنوشت ما به همون از دیگه، در او جایی که ما را دقیق سوال میکنن، پشیمانی وجود سودی نداره. در سوره الفرقان میخوانیم در آیت 27 که و در آن روز ستمکاران یا ستمکار هر دو دست خیش را به عنوان ندامت میگذر، و دندانایش میگذر. یا افسوس، و چیکار کردم که به این حال، کاش او روز با رسول خدا راه بهشت را انتخاب میکرد. رسول الله که برات پیش کرد خیر و سعادت و فلاح، انکار کردی. نماینده های از اون دین، وارثان از او پیامبر برای ما توصیه میکنن، عذر میکنن که بیاین به مسجد، بیاین به نماز، بیاین بگذارین این کارهای بیهوده را. ما روان هستیم سبحان الله. و کار و شغل ما، نفس های سرکش ما را چنان برای ما چنان مسلط است که ما را از حقایق دور کرده، چشم ما کور شده، نمیبینیم. کبر و غرور. بعض وقتا یگان کسی بارا میگم تو را چقدر است. بعض خانمای نمازخوان بودن که شوهرایشان بیدار کردن که بخی صبح نماز وقتش است، جنگ کردن. شکایت ها می آید از شوهرها که ما وقتی شوهرم به نماز صبح میخیزم در حالی که نماز خانه است، مانده و زله آمده، میگم عزیزم ناوقت شد، نماز قضا میشه. بعض وقتها میگه میگم تو که میگی تو چی کار هستی، تو که میگی من نمیخوام. سبحان الله. یه وقتی که خوشحال شوه که الحمدلله یک کسی از بیدارم میکنه. بعضی کسایی که از خدا میترسن میبینیم برای نماز ساعتهایشون کوک میکنن که من ساعت بیدار کنه، نشه که در غفلت خواب برم. حالا یک انسان، یک عزیزش، همسرش، مادر اولادش او را بیدار میکنه، بخی عزیزم نماز میره، میگه تو چون گفتی من نمیخوام. او که گفته تو با کی قهر میکنی، نافرمانی کی را میکنی. تشکری تو باشه که از خانم تشکری نکردی، ولی عصیان در برابر الله کردی. اگر همین خواب تو بیدار نشوی چه کار میکنی؟ رفتی از دنیا، کوچ کردی. اونجا یخند نباست میگیرن که تو را بیدار هم کرد، چطور نخیستی؟ سبحان الله. متاسفانه ما میبینیم که این نماز عزیز ما را، این نور چشم ما را چقدر ما برش بی‌تفاوت ماندیم. وقتی که یک کس نماز ترک میکنه، در جمله بنده های سرکش و نافرمان و گناهکار در مقابل الله و پیرو شیطان کبیره میخواست. شیطان در برابر الله عصیان کرد. ما وقتی نماز نمیخوانیم معنای نماز نخواندن، ما عصیان در برابر الله هست. ما را الله به ملاقاتش دعوت میکنه، بیاین بنده های ما، بیاین گپ بزنیم. نمیایم، ما کار نداره. معنایش همین است. پس ما وقتی که در اون حدیث دیگه ببینیم که کسایی که نافرمانی الله کردن کیها بودن؟ هامان و فرعون و قارون و اینا بودن. ما با اینا همراهی میکنیم. نعوذ بالله. اونا چقدر متکبر و مغرور بودن. فرعونی که دعوای خدایی کرد، ما روز قیامت نعوذ بالله نماز نخوانای ما با اونا حشر شود.
چقدر زشت است. سبحان الله. وقتی که ما میبینیم بعض مجرمین یا منافقین که دربارش الله منان در قرآن گپ میزنه، الذین هم عن صلاتهم ساهون، باز میبینیم که همین نماز است. کسایی که نماز خود به فراموشی سپردن. سبحان الله. در جای دیگه میگه که و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، اگر برشان گفته شود که بیاین خم شوین به پیش الله، تعظیم کنین برای الله، نمیکنن. تعظیم نمیکنن. برای کی؟ برای الله، برای بندهای الله، برای مال و دنیا، برای چوکی و مقام. چقدر دلبری میکنن که ما هم چوکی و مقامات برسیم برش، ولی برای الله. تا جای دیگه میگه که و نسوق المجرمین الی جهنم وردا، گناهکاران را تشنکام به سوی جهنم میرانیم. اعوذ بالله. اینا تشنه، زبانها از دهن بیرون شده، اینا مجرم هستند. اینا را به طرف جهنم خداوند میکشاند. این نعمت ها که زود گذر است. ما ببینیم که ما در دنیای فانی کوتاه مدت ما چیکار میکنیم؟ کسی که لذت های دنیا میگه او رو مغرورش میکنه، کارش، زن و فرزندش، با وقت گذرانی با دوستهایش، رفیقهای نااهلش، او را از یاد الله دور میکنه. اینا خود به خود به طرف بدبختی ها کشانده میشن. وقتی که او را به طرف الله دعوت میکنی که به الله تعظیم میکن، نماز که ملاقات با الله است، تعظیم و تکریم است، اظهار بندگی ما بود، همین را نکنیم. از ما چی انتظار است؟ او کسی که در قوت و زور خودش مینازه، در جوانیش مینازه، قوت هم از پیشت میره عزیز من، جوانی را میره از پیش. صحتمند سال نمیخونه، این صحتمندی هم از پیشت میره، یک روز مریض میشی. باز وقت بگی من نماز میخوانم، تو کس نباشه به طرف وضو کردن ببره، دست بگیره به طرف نماز بیاره، از سجاده رو برده، او وقت چی کار میکنی؟ وقتی که عجلم برسه، باز وقت ما را کسی دلو ما را گرفته نمیتونه که باشه چند روز دیگه هم باشه. یادم ما عجلی که در کمین ما هست، یک لحظه ما اطمینان نداریم که ما را عجل به سراغ ما نیاید، ولی با تأسف ما فراموش میکنیم. سالهای دراز را در انتظارش هستیم. آله بیایید بریم به یک میان برنامه، بعد دوباره دوام میتیم برنامه کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما سلككم في سقر به جنت نیست و جایی بی نمازان، بود دوزخ سرایی بی نمازان. به جنت نیست و جایی بی نمازان، بود دوزخ سرایی بی نمازان. همه از رحمت حق بی نصیبند، حذر کن از برای بی نمازان.
به جنت نیست و جایی بی نمازان، بود دوزخ سرایی بی نمازان. قبولی حضرتی ایزد نباشد، یقین میدان دعایی بی نمازان. قبولی حضرتی ایزد نباشد، یقین میدان دعایی بی نمازان. به جنت نیست و جایی بی نمازان، بود دوزخ سرایی بی نمازان. اگرچه صاحبان ایمان و جاءند، مکن تو مرحبایی بی نمازان. اگرچه صاحبان ایمان و جاءند، مکن تو مرحبایی بی نمازان. به جنت نیست و جایی بی نمازان، بود دوزخ سرایی بی نمازان. شنو این پند من بسیار نافع، مشو تو آشنایی بی نمازان. شنو این پند من بسیار نافع، مشو تو آشنایی بی نمازان. بسوزد آتشی تیزی جهنم، سر و تن دست و پای بی نمازان. بسوزد آتشی تیزی جهنم، سر و تن دست و پای بی نمازان. به جنت نیست و جایی بی نمازان، بود دوزخ سرایی بی نمازان. نخواهد دید اندر روز محشر، رسولی مالقایی بی نمازان. نخواهد دید اندر روز محشر، رسولی مالقایی بی نمازان. اگر خواهی که در جنت درآیی، مرو اندر سرایی بی نمازان. اگر خواهی که در جنت درآیی، مرو اندر سرایی بی نمازان. به جنت نیست و جایی بی نمازان، بود دوزخ سرایی بی نمازان. بلرزد کوه اگر او را ببیند، ز هیبت جایگاه بی نمازان. بلرزد کوه اگر او را ببیند، ز هیبت جایگاه بی نمازان. بود پیوست شومونا مبارک، همیشه سال و ماهی بی نمازان. بود پیوست شومونا مبارک، همیشه سال و ماهی بی نمازان. به جنت نیست و جایی بی نمازان، بود
بود دوزخ سرای بی نمازان. زخیشی بی نمازان زن نخواهی، مدی دختر به شاهی بی نمازان. زخیشی بی نمازان زن نخواهی، مدی دختر به شاهی بی نمازان. حدیثی بی نمازان هرگیز و مشنو، مرو هرگیز براهی بی نمازان. حدیثی بی نمازان هرگیز و مشنو، مرو هرگیز براهی بی نمازان. به جنت نیست و جایی بی نمازان، بود دوزخ سرایی بی نمازان. بود دوزخ سرایی بی نمازان. أوحى به الله وحيا ففاض نور وأحيا. بسم الله الرحمن الرحیم. خواهر و برادر عزیز، ما در مورد نماز صحبت میکنیم. او کسی که نمازش برش بها نمیده، او کسی که نماز فراموش میکنه، او کسی که نماز ترک میکنه، اینا همه علم و درد است که وقتی آدم میره میفهمه که قدر و قیمت نماز برش معلوم شود. نمازی که او را به طرف خوشبختی هایش میکشونه. ولی وقتی انسان این ترک بکنه، منظورش ترک نماز یعنی منظور که سعادت و خوشبختی خودش ترک میکنه، یعنی با خودش ظلم میکنه. دلش در خودش نسوخته، در فامیلش، در خانوادهش دلش نسوخته. حال شما عزیزا مسئولیت دارین برای اولادتان، برای خانم برای شوهرش، شوهر برای خانمش، پدر و مادر برای اولادهایش، اولادها برای پدر و مادرش. این درد زیاد است. در جاهایی هستیم که میبینیم پدر نمازخوان است، اولاد نماز نمیخوانه. خانم نمازخوان است، شوهر نمیخوانه. شوهر نمازخوان است، خانم نمیخوانه. بعض وقتا نماز در جای هم هست که فقط مردانه باشه، نماز برای مردا هست. بسیار زنها پیر شدن، نماز نمیخوانه، تسبیح در دستکش ذکر میکنه، وقت نماز نمیخوانه، یاد نداره نماز خواندن، در زندگیش نخوانده. سبحان الله. این در کجا کلان شدن اینو؟ در یک محیطی که در اوجه مثل که هیچ کسی نمیگفته شما نماز بخوانید. ما شاهد هستم یک چند فامیل مهاجر شدن سالهای قبل، رفتیم دیدن از اینا در همین آلمان. خبرشان نگرفتیم چیز ضرورت داشته باشن. قصدن هم بعض وقتا دیدن بعض کم ها می رفتیم در دیدن کسایی که از افغانستان یا از جای هجرت کرده بودن مسلمان ها. مساجد همونطور عادت داشتن می رفتن یا گانجای تبلیغ می کردن، وعظ می کردن. خب جای هم که رفتیم یک درم شناختیم که بچهای نمازخوان هستن، مسلمان هستن، فامیلا هستن.
نماز پیشین شد، گفتیم یک کسی اذان بده نماز بخوانیم، یک عده آمدن خواندن، یک عده هم نخواندن، یک صحبت کردیم بر ترتیب. متوجه یک خانم موی سفید پیچ سفید شدم که در دستکش تسبیح هست. ما نماز میخواندیم، دوبار نماز پیشین خوانده شد، نماز عصر خواندیم، اینا شرکت نکردن. دیگه چند نفر از خانم‌ها در صف اخیر استاد شدن. بعد اینا از نزدیکای خود ما بودن. رفتم نزدیکشان و مادر جان شما خوب هستین، جور هستین؟ شما چرا نماز نخواندین؟ چه من قبول دارم. درسته طبعا مسلمان ها باید هم نمازشون قبول داشته باشن. شما نخواندین نماز. و چون سنشان زیاد بود احساس میکردم که مشکل دیگه هست. بعد آدم نمیفهمه، ولی که احساس کردم که بعدش فهمیدم که گفتم بسی من یاد ندارم نماز. مرا فلانی ها که نماز میخواندن، ما در آشپزخانه بودیم، در غم مهمان ها بودیم، در غم خانه و خانه‌داری بودیم، جمع و غن بودیم، ما نماز نمیخواندیم. میرفتن بچه های کلان و پدرشان مسجد میرفتن. چقدر این تراژدی یک حکایه است، یک سرنوشت بسیار تأسف‌بار علمبار است. در خانه یک مسلمان خود اونا نماز میخواندن، از خانم‌ها خبر نداشتن. خانم‌ها نماز نمیخواندن. حالا او کسایی که آله بیاین بگویم زمانه ها گذشت، آله از سر شروع میکنیم. من یک قدرم که پر گفتم میایم، منظور است که حال گذشته ها گذشت، حال بیاین شروع کنیم. او کسی که تا حال نماز نخوانده بیاید توبه کنه. به خودم توبه کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم زیاد وعیدها دادند. در قرآن هم اینطور است که نماز شکایت میکنه. نماز کسی اگر نخوانه و مشکلات روبرو میشه و مصیبت ها روبرو میشه، پیش از اینکه به فتنه ها دچار شویم نکنیم بیاین توبه کنیم، برگردیم. سبحان الله. حالا در حدیثی که در صحیح مسلم از میبینیم یک چیزی ترجمه شه برای شما من بخوانم. بشتابید به انجام اعمال صالحه. اعمال صالحه در صدر کل اعمال صالحه بعد از کلمه لا اله الا الله یا شهادت ما نماز می آید. در جمله اعمال صالحه بشتابید به انجام اعمال صالحه پیش از آن که فتنه های ظاهر شود مانند پاره های شب تاریک. شما رو به خدا همیاله سر تا سر دنیا را این پاره های فتنه گرفته. شب تاریک و ظلمانی مسلط هست. و ایرانی ها کشتار، تخریب، سبحان الله، فتنه، فساد، اختلاس، رشوت، فحشا، سر تا سر اجتماعات این مصیبت ها گرفتن، منکرات و فحشات گرفتن. بیاییم به طرف اسلام، بیاییم توبه کنیم. اولین کار یه دفعه خود ما را یک دفعه حساب کنیم. من نماز میخوانم نمیخوانم؟ آیا نماز من درست میخوانم یا نمیخوانم؟ چی میگن؟ مانند پاره های شب تاریک اگه فتنه ها ظاهر شد که شخص صبح مؤمن است و هنگام شب کافر میشه. چقدر زیاد است تو کارا. و عکسش شب کافر است صبح مؤمن میشه. بعضا میبینیم در ادامه حدیث مبارک دین خود را در برابر متاع کمی از دنیا میفروشند. کسی که صبح مؤمن است شب کافر میشه یا شب مؤمن است صبح کافر میشه، دینشان را به بهای اندک میفروشند. چقدر دین موش به نام‌های مختلف دین ها فروخته شد، نماز ها فروخته شد، جهاد ها فروخته شد. پس میگه بشتم به طرف اعمال صالح بیاین برگردیم توبه کنیم. ما انتظار چی باشیم؟
این فرصتی که در دستتان هست استفاده شود. خدای نخواسته او کسی که دارنده است فقر به دامنش بگیره. فقر هم یک فتنه است، یک مصیبت است که میآید دامن یک کسی را بگیره. بسیار وقتا ببینید در برابر شرایط اقتصادی ضعیف یک کسی حاضر میشه که دینش میفروشه، غلام میشه. یا یک کسی زیاد میخواد پولدار باشه، سرمایه دار باشه، 1 میلیون 2 میلیون داره، میخواد که میلیون ها داشته باشه، میبینید دینش میفروشه. یا بعضی کسا همین ثروت زیاد هم، شما یک حالت عادی دارین، قناعت کننده، یک خدا یک وضع بر شما عادی براتون داده که شما زندگی آبرومندانه دارین، یک وقت سرمایه زیادی گیرتون میاد. سرمایه زیاد هم یک وقت باعث طغیان انسان میشه. یگان وقت شما صحتمند هستید، مرض میاد جانتون. بعض وقتا مریض ها رو به عیادت بعض مریض ها رفتیم، نماز وقت شده، پرسان کردیم شما برتون در کجاست، جای نماز دارین شما؟ یه بچه ما مریض است میگه، یا یک جوان است میگه ما مریض. صحیح است تو مریض هستی اما هوشیار هستی، میفهمی عزیز دلم. این بستر مریضی وقتی به ما بستر عبادت میشه که ما الله فراموش نکنیم. ما امیر تبلیغ میکنیم که بستر مریضی بستر عبادت است برای یک مسلمان. چرا؟ وقتی که در اوج او ذکر الله میکنه، وقت نماز میشه او نماز میخونه، وضو کردن نمیتونه او تیمم بکنه، وضو بکنه، نه تیمم بکنه نماز بخونه، استاد نمیتونه شده قیام کردن، بسترش نماز میخونه. الله مهربان همون بسترشه بر ما، بر بستر ما رو میگه همون جای نماز است، بعد همونجا بخون. در جان ما ماشینا هست، خون میبره یا میآید، ما در حالت بسیار خراب در بسترم هستم، الله میگه همونطور خون چکان وضوی میشکنه، پس رو بسته می ما میخوایم که تمام ملاقات بکنیم. مرا فراموش نکو عزیزی. ما هستم که بر تو اگر مریضی رو دادیم و باید دوایش هم میتون شفا هم میتون، یعنی دکترها رو هم در خدمت تو قرار داد. خدای نخواسته پیر شویم. جوانهای عزیز، شما در جوانیتان باید نماز خوان باشید، نه اینکه باز پیر شدیم توبه میکنیم، پیر شدیم حج میریم، پیر شدیم زکات میدیم، پیر شدیم روزه. برای خدا این عبادت ها را الله برای وقتی که ما مکلف میشیم جوان میشیم بر ما میده. یا ای که ما انتظار قیامت باشیم، نعوذ بالله، در آخرین دقایق زندگی ما بگوییم ما باز توبه میکنیم و نماز میخوانیم و یا به عبادت ما میرسیم. در سوره القمر میآید که اعوذ بالله بل الساعت موعدهم و الساعت ادهی و امر. سبحان الله. بلکه موعدشان قیامت است و قیامت بلای آن عظیمتر و تلختر از کشتن و اسارت این دنیا هست. منتظر قیامت که حساب ما بسته میشه، همو عمل نامه باز به دست راست و چپ ما میده. ما یک حکایه از یک نو مسلمان را معروف است، الحمدلله آل خودشان اینا داعیا هستن، دعوت میکنن مردم به اسلام. جفری لانگ یک امریکایی بود که استاد یک دانشگاه هست یا پوهنتون استادش هست. این وقت مسلمان میشه میگه که من اولین نمازش حکایه میکنه. ایشون مسئله ما شما نماز بود، من همین را یادداشت کردم. سبحان الله، ما اگر قدر نماز ما را بفهمیم واقعا که نماز چی هست و ما نماز چی می‌آموزه، ما را به کدام مقام نماز میرسونه، ما دل ما میشه که شب و روز 5 وقت نه عمری نماز بخوانیم، یک لحظه از سر سجاده دور نرویم. همین نماز. حتی در چیز خودش میگه که من وقت 18 ساله بودم، اصلا عیسوی بودم، بعد از اینکه 18 ساله میشه جوان میشه، گویا جوانی در اروپا 18 سالگی هست، اینا خودشان تعیین تکلیف میکنن. من مرتد شدم، از دینم برآمدم، کلیسا را اعلام کردم، دینی چی و کاری چی. ولی که در دانشگاه در پوانتونی که درس میداد شاگردای مسلمان هم نمیجا بودن. اینا یک وقته یک کس از شاگرداش یک قرآن ترجمهش میگه برای من میده،
میره میخوند. 3 سال این کتاب خواند. بالاخره تصمیم گرفتم که من مسلمان شدم. رفتم مسجد در سان فرانسیسکو، در مسجدی که عرب ها البته تأسیس کرده بودن. میره و این مسلمان میشه. امام مسجد یک راهنمای نماز بررسی میده. میگه وقتی که میره گرفتم که چه رقم نماز چی است، چطور نماز خوانده میشه. شاگردایی که مسلمان بودن اونا آمدن و دیدن که امام مسجد برای من کتاب داد. طبعا همگی خوشحال بودن که من مسلمان شدم، ولی برای من برای که تسلی کنن مرا که حال دفتر این نماز میخوانید چه رقم نماز خواند، من گفتم استاد شما خودتان با زحمت نزدید، این آیسته آیسته هر چیزه شما به مو شکل نرمال و عادیش خودتان تو خود با تشویش نشوین و خطا نشوین. میگه اما خوانده بودم که بعد از اینکه انسان ایمان میاره نماز اولین مکلفیتش است. و من حرف بچه ها را سرم شور دادم، ولی که تصمیم این بود که من نماز میخوانم. راهنمایی را که برای من امام مسجد داد گرفتم رفتم اتاق 6 تا مواز کردم، خواندم. در او بود که نماز به عربی باید خوانده شود، ترجمه نشود. آیاتی که از کاری که هست در او ما باید که به زبان عربی بخوانم و کوشش کردم. ساعتها در اتاق میخواندم، تکرار میکردم، عربی هایش تکرار کردم. بالاخره نیم شب شد و من تصمیم گرفته بودم که امشب من نماز اشاره میخوانم. سبحان الله. اینا آگاهانه به اسلام آمدن. اینا دانستن که اسلام چی است، در آغوش اسلام خودشان انداختن. حالا میخواید در عمل اسلامش پیاده بکنن. از کجا شروع میکنن؟ از نماز. بچه ها برش اطمینان دادن که استاد بر خطا نشد، ولی که تصمیم گرفتن. میگه رفتم گفتم که حالا دیگه من باید برم وضو کنم. کتاب ما باز کردم که وضو چه رقم میشه، وضو را پیش رویم کتابچه را گذاشتم و همون رقم تمرین کردم، عمل کردم، وضو گرفتم. در آخر وضو بود که شما دستوریتان را خشک نکنید. آب در حالی که از دست و روی میچکید. آمدم در داخل اتاقم، سجاده را حوار کردم در وسط اتاق. اما یک بار متوجه شدم که هی چی کار میکنی؟ همسایه اگر میبینن. نیتم کرده بودم، دست من بالا برده بودم، دست من بسته بودم که شروع کنم نمازه که همین وسوسه پیش شد بر من که نشه همسایه ها یا کسای از بیرون. فوری رفتم و دروازه ها را، پرده ها را کشیدم و دیدم که نه همه خواب هستن. آمدم دوباره ایستادم در وسط اتاق و شروع کردم. خواندم سوره هایی که بیشتر از اون تمرین کرده بودم و وقتی که رفتم در رکوع یک بار در دلم گشت که من برای هیچ کس تعظیم نکرده بودم. تو چی کار میکنی؟ تو حاله بر رکوع میری؟ بر رکوع که رفتم در همه جا یک قسم برام یک لرزه پیدا شد که حال کسایی مرا ببینن، شاگردا ببینن یا کسایی ببینن که ما خم شدیم. برای که خم شدیم؟ چی کار میکنم من؟ چرا این کار میکنم؟ ولی کوشش کردم که سبحان ربی العظیم امیره تکرار کنم، بگویم یک بار دو بار. این را گفتم و بالاخره بلند شدم. سمع الله لمن حمیده گفتم و به طرف حال الله اکبر گفتم و میخوایم برم طرف سجده برم. قلبم تپید، حیران شدم، حالا لرزه گرفتم. میخوایم طرف سجده برم، نمیتونم، تا جایم خشک ماندم.
طرف جایگاهی که سجده میکنم اونجا رو میبینم، میگم برم پایان میرم، نمیتونم پایان رفت، مثل که پایم شخ مانده. چیکار کنم خدایا؟ برم حاله پیشانی و بینی من در زمین میمونم. یک کسی که غلامایی که سابق برای بادارایشان هم کار میکردن، حالا همین حرفا در ذهن میآید. خدایا چه حال است؟ یک بار احساس کردم که بچه ها هستن خنده میکنن، قهقه، در گوشم صداهای از این آمد و اینطور احساس کردم که من فکر میکنم که یک احمق هست که چی کار میکنه ای؟ جفری مسکین عربای سان فرانسیسکو ایره احمق ساختن. سبحان الله، عقلش از پیشش گرفتن. میگم بطور احساس میکنم همین چیزها به وجود ما آمده رئیس. و خدا من تکان دادم، دعا کردم خدایا کمکم کن، یا الله کمکم کن. برادر عزیزم، خواهر عزیزم، سجده را قدرش میفهم. سجده بر کی سجده میکنیم؟ او سجده را درک کرد که من به یک کس مثل غلام، مثل نوکر میرم، برای یک کس سرم در زمین میمونم. نمیتونست. ولی ما و شمایی که میفهمیم این سجده برای کی میکنیم؟ سجده ما را برای الله. ولی قدرش نفهمیدیم، سر ما را در سجده میمونیم، فوری بلند میکنیم، الله اکبر، سر ما خود الله اکبر بلند میکنیم. حالا جفری احساس میکنه که یک غلام، یک بنده، یک برده و پیش بادارش سرش هم میمانه. سبحان الله، دعا میکنه یا الله کمکم کن. نفس عمیق میگه کشیدم، خودم مجبور کردم رفتم پایان. حالا دو زانوی من در زمین نشستم. حالیم باز تردد است، پیشانی ما بانم نمانم. آخر سر ما پایان کردم، در سجدگاه سر ما ماند، پیشانی ما پچق کردم. کوشش کردم که ذهنم خالی شود. گفتم سبحان ربی الاعلی، پاک و منزه است و الله برتر از هر چیز من. سبحان. شما قدری کلمه رو میفهمید در نمازتان این حرف بزنید. جفری میگه من وقت عربیش هم میخواندم، ترجمه های انگلیسیش هم میدیدم و وقت الحمد خواندم میفهمیدم که چی میگم. سر من به سجده گذاشتم، سبحان ربی الاعلی گفتم، رفتم الله اکبر، بلند شدم، باز نشستم. ذهن من حالا دیگه خالی کرده رایستم که مرا دیگه اذیت نکنه، آزار نده. باز الله اکبر گفتم، رفتم به سجده دوم، تکرارا سبحان ربی الاعلی میگفتم و تسلیم داشتم که به هر قیمت میشه می کار انجام میدم. حالا دنیا خنده کنه سرم، شاگردا میال بیاین در اتاق داخل شوند، همسایه ها پرده ها را کش کنن، میبینن چهار طرفه کل مرا ببینه، حال دیگه باقی ندارم. من الله ما یافتم. سبحان الله. بعد میگه بلند شدم، الله اکبر، در رکعت دوم خواندم، آهسته آهسته حالتم نرمال شده. هنوز 3 مرحله دیگه دارم پیش رو، 3 رکعت من مونده. بالاخره که عواطف و احساسات و غرور اینا، من در مبارزه و جنگ بودم، میدان همگیشان شکستان. آخرین سجده را که کردم، رکعت 4، آخرین سجده، یک آرامش گرفت جان من، آرام شدم. بعد از اون نشستم و تشهد خواندم و درود و دعا کردم، طرف راست و چپم سلام دادم. وقتی که نشستم احساس کردم که بسیار مانده شدیم. در زندگیم حالت برم پیش آمد،
تجربه کردم که نمیتونم وصفش با کلماتی که در زبان میاد قلم بیای نمیتونم گفتم. چی رو دیدم در اوجه؟ یک موجی میگه مرا گرفت در آغوشش. اینطور احساس کردم از قلبم یک چیز شمال خنک یا یک نور سرد از قلبم بیرون میشه. سبحان. خودش میگه که مثل که رحمت الهی بود. رحمت الهی من در بر گرفته، درونم رفت، 4 طرف من اشغال کرد. یک بار گریه کرد، دیگه خدا گرفته نکرد. قلب آله دودش برآمده بیرون، از چشم اشک میباره. گریه صدای بلند شد کتیش. هر قدر که تیر میشد صدای گریه من، نق گریه من صداش بلندتر میشد. احساس میکردم من در یک آغوش مادر مهربانه گرفته، کسی مرا مادر مهربانی مرا در آغوش گرفته و تسلی میکنه. گریه من گرفته نمیتونم. دیگه گریه من از خاطر گناهم نبود که من گناهایم به یاد میاد و مگه در حالی که شایسته از انسان به خاطر گناهش گریه کنه. میگه یک مانعی که در وجود ما بود، این مثل در درونم شکستاند. احساس کردم که دیگه یک ذخیره ترس و خشم و کدورت و نافرمانی ها از وجود میبراید. یک بند کنده شده و این چیزها از وجود برآمد. سبحان الله. اولین نماز است. ما 1000 بار شاید نماز خوانده باشیم. با همه تو احساس نماز بخوان، قربان سرت شم که تو را این نماز برای سعادتت برسونه، خوشبختت بکنه. میگه من مغفرت الهی را فکر میکردم که تنها بخشش گناه ها هست، ولی این بخشش گناه ها تنها نیست. میگه این شفا هست، این آرامش هست. مغفرت الهی من احساس کردم. در حالی که نشسته بودم نیمه خم بودم طرف زمین و 2 دسته من گرفته بودم در صورت گریه میکردم. وقتی گریه هایم خلاص شد، مثل که بگم شما دیگه خشک شد، نمیتونم میگه عقلم قد نمیته، قلم و زبانم یاری نمیته که من بگم چی دیدم، چی کار شد. به هر ترتیب میگه پیش از که میخیستم من یک چیز یاد گرفتم، یک چیز فهمیدم و بسیار مهم یک چیز را فهمیدم که من بیش از حد به الله و به نماز محتاج هستم. هر کدام ما شما میتونستیم از هر چیزی کرده به الله محتاج هستیم. به الله محتاجی ما رو چه رقم نشان بده که نماز به شکل درستش بخوانیم، اهتمام کنیم. و پیش از اینکه میگه از جایم بلند شو دعا کردم، یا الله. جفری میگه دعا کردم اگر من دوباره با خود جرأت بتم که با تو کفر بیاورم، قبل از او که کار کنم خدایا جانم بگیر. نمازش خوانده در دل شب هست. الله تجلی کرده در آسمان زمین. صدا میکنه هست کسی که چیز بخواه. جفری در او هست دعا میکنه خدا عزیبات اگر من جرأت کردم که نافرمانی تو را کنم، یا الله جانم بگیر و من از روز زندگی که نافرمانی تو باشه راحت میکن. میگه خیلی سخت است که با این همه عیب و نقص زندگی کنم. حتی اگر یک روز هم باشه نمیخوایم او رقم زندگی بکنم که انکار تو باشه، فراموشی تو باشه. سبحان الله. عزیزان ما نماز ما را هم بطور بخواهیم.
از الله ما همه تو تمنا کنیم که خدایا من حال تو را شناختم، من تو را حال دوست دارم، فرمانت میبرم. خدایا اگر کدام مثل لحظه در من احساس نافرمانی تو پیدا شود، خدایا پیش یک نافرمانی کنم، امانت بگیر. و شما عزیزای ما به نماز محتاج هستیم. نماز ما را درست بخوانیم، نماز ما را در وقتش بخوانیم، حق نماز ما را ادا بکنیم. من فکر میکنم که همین قسط آخرین صحبت های من در باره نماز است. یا الله یا نصیب تمنا میکنم خدایا از او کتابای عزیزایی که نوشته بودن من از او استفاده کردم، از آیات های قرآن و از احادیثی که استفاده کردم. اگر اشتباه گفته باشم خدا مرا بیامرزه، شما هم مرا دست تقصیریم بگذارین. اگر گپای خوب بوده که نه، همه از جانب الله هست، برای شما یک هدیه بود که تقدیم شد، شما نماز قدرش بفهمید. حالا میریم به یک بیان برنامه و بعد تلفن‌ها را باز میکنیم. انشاءالله شما هم گفتنی های آخرتان در مورد همین نماز بگوین و باز این بحث به اتمام میرسانیم در برنامه های دیگر. انشاءالله ببینیم که نصیب ما شما چی هست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یه روز
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خواهر و برادر عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم که از این درس ها شما هم استفاده کرده باشین. من هم تمنا میکنم که الله منان توفیق بده بر ما و شما که نماز ما را با وجه احسنش بخوانیم، حقش ادا کنیم، مورد قبول الهی قرار بگیره، سبب نجات ما در روز قیامت نمازهای ما شود. در دنیا هم نمازهای ما برای ما آرامش و اطمینان قلبی بده. سعادت ما را در دنیا هم همین نمازهای ما فراهم بکنه انشاءالله. حالا شماره تلفن عزیزا از استودیو مرکزی بر شما میگذارن، شما هم صدای مبارکتان را بیرون کنیم انشاءالله. با هم دقایق کم مانده انشاءالله بوده با هم پیش میبریم. طبعا تا شما گپ بزنین، ما این باور دارم کل مسلمان ها امیر آرزو دارن. شاید یهودی ها و عیسوی ها کسایی که دین دارن، به خدا ایمان میارن، جنت و دوزخ همه فهم، اونا هم آرزوشان همیت که جنت برن. اما یک در آره اشتباهی میره، یک در آمادگی لفظی داره ولی که عمل نمیکنه. وقتی ما مسلمان هستیم هیچ کسی از ما نیست که جنت دوست نداشته باشه، کل ما دوست داریم. و برای رفتن به جنت یگانه صفت را که یک مسلمان جنتی باید داشته باشه نمازخوان باشه. از دوزخ که دیدین که کسایی که با دوزخ رفته بود گفتن ما نماز نخواندیم. برنامه رحمت السلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید صحبت کنید. ما زنگ دادگی بودیم برای زنگ نمازخوان سوال دادگی بودیم، منتظر جواب شه. شما به خاطر امو کسی که شراب میخورد من حیث یک نصیحت خواهر عزیزم من این گپا بر شما بگویم که اونا تکلیف دارن، مریض هستن، شاید معتاد شدن، کسی در ابتدا نبوده که اونا را نصیحت کنه، رفتن به دامن مرض بدبختی که از شراب اینا حاصل میشه دوچار شدن. شما اگر حکمت و تدبیر و خرج بتین که اونا را از این مشکل نجات بتینشان، نصیحتشان کنین، عذر کنین برشان. بعض وقتا خودتان اولادها را برشان مثال بتین که ما به سرنوشت میشیم، تو اگر به می حالت دوام بدی و نشوه که ما بالاخره یا شما خودتان شخصا میره اگر از طرف خودتان برشان توصیه کنین که اگر توی کار ادامه بدی روزگار ما خوب روزگار نیست، ما مجبور میشیم از کنار تو بریم، بیا برگرد. اگر تو به ما علاقه داری، به بچه ها علاقه داری، به زندگی آبرومندانه علاقه داری، همین چیزا را ترک بکن. بعضی کسا همین کار کردن، سرگذشته اگه از خواهرها همین بوده که با صبرشان با حوصله‌شان اینا را نجات دادن. ولی شما اگر که تا حال این کار کردین خو آفرینتون، اگر کم و بیش کرده بودین حالا جدی تر شوین، کوشش کنین زحمت بکشین کنار از طرقهای مختلف و منصرف شدن و به ترک کردن از این عمل بد اینا را تشویق کنین و ترغیب کنین. در مدت شما براتون تجربه حاصل میشه، میبینید که نه هیچ اثر نمیکنه، این دم راه خودش روان است. بعد چند نفر ریش سفیدا کلانای خانواده را دعوت کنید، بگوین که اگر این کار باشه ما از شر تو خود ما را نجات میدیم، ما را ترک کو. شاید این تهدید شما سبب شود که ببینه که حالا اگر که نشه و مست میاد شما هستین که او را دوباره سر پای میشانین و نان بده، آب بده، کالایش بوشوی. ولی که اگر شما هم دیگه در کنارش نباشین، اگر هوشیار شدی این حرفا را فهمید، باز من امیدوار هستم که ترک میکنه این چیزا را. خب شما یک مدت یک تجربه بکنین، توکل ما و شما به خدا. خدا کنه که جواب من برای خواهر عزیزم فهما بوده باشه. یک تجربه بکنیم،
دعوت دین باز است، در توبه باز است. آخرین اتمام حجت شوه وقتی که نمی شدن باز گناه رایشان و رای شما. بله ما گفتیم که هر مسلمان خوش داره که جنت بره. جنت رفتن هم که با توجه ما به نماز ما هست. نماز کلید بهشت است. ما ببینیم در سوره المؤمنون میخوانیم بسم الله والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون. سبحان الله. کسانی که به نمازشون محافظت میکنن، نمازشون دائم و قائم حقش ادا میکنن، اینا ورثه هایی هستن که بهشت الله برای اینا به میراث میدن. بهشت یعنی برای اینا حقشان، سهمشان در بهشت است. کسی که به نماز خودش توجه میکنه. جایی هم میبینیم که والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. سبحان الله. در روی جمع نمازها بود، در اینجا نماز مفرد ذکر میکنن الله مجید، که کسایی که به نمازش اهتمام میکنن، از نمازش محافظت میکنن، نمازش ضایع نمیشه از پیشش، اینا گروهی هستن که در باغهای بهشت اکرام و احترام میشن، قابل عزت و احترام هستن اینا. سبحان الله. پس ما میبینیم که نماز ما در این دنیا هم برای ما خوشبختی و سعادت میاره و در آخرت هم. ما نماز را که به ما 5 وقت امر شده که باید این 5 وقت بخوانیم. نمازهای دیگه هم در بین این نمازها داریم. در چیزی میخوانیم، در حدیث مبارک میخوانیم که در بیهقی ابن حبان میارن، میگن که هرگاه بنده‌ای به نماز ایستاده شود، گناهانش بر بالای سر و شانه اش آورده میشن و هر رکوع و سجده‌ای که میکند گناهان از او میریزند. شما هر وقتی به پیش الله و عظمت الله سر خم میکنید، رکوع میکنید، از سر شانه هایتون و بارهای گناه پایین میشه، میفتن، یعنی که الله میبخشه اونها. و سجده میکنین، چیز دیگه هم که باقی مونده و اینا هم الله زائل میکنه. نمازگزار در پناه الله هست. الله او را محافظت میکنه. شما نمازتون محافظت کردین، الله شما را محافظت میکنه. باز هم در صحیح مسلم میخوانیم، ببینیم رسول خدا صلی الله علیه وسلم میفرمایند که کسی که نماز صبح را بخواند، نماز بامدادش، نماز فجر را بخواند، او در امان الله است. الله او را در آغوش امنیت خودش حفاظت میکنه. برنامه رحمت. السلام علیکم. جناب صاحب سلام علیکم. سلامتی من خیلی خوشم. خیلی زحمت شما جناب صاحب محترم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیزم. جناب صاحب سوال خدمت شما، بعد از وقت نماز میشه در بیرون میباشم و دسترسی به این ندارم در مسجد در خانه کسی بره نماز بخونه. تو میشه جای تعداد نشسته نماز بخونه؟ این امکانش هست؟ بسیار خوب. ما یادداشت کردم صلاح‌الدین خان. باید جناب استاد خدا شما اجر بده. برام خدا سلامت داشته باشه. بله، وقتی که ما در جایی که نماز میخوانیم، اول خود تلاش ما این باشه که ما خوشبختی مسلمان ها همین است که تمام زمین بر شما جای نماز است، پاک باشه، بس کافی است نماز میخوانیم. شما وقتی که در بیرون هستین کوشش کنید جا بسیار پیدا میشه. در مغازه ها بعضی وقت جایی هست که مردم میرن یک گوشی از اجازه میگیرن از صاحب دکان که یک گوشی که کسی جز رفت آمد نمیکنه استفاده میشه، نمازشون میخونن. و جایی هم که شما برای استاد شدن نیافتین، نمازتون در حالت قضا شدن باشه، عذر است، شما بخونین نمازتون. ولیکن اینطور نباشه که شما مثلا بعضی دوستا در ماشین یا در موترشان هستن، در راه هستن،
وقت نماز داخل میشن، میرن در جای پارک میکنن و در داخل ماشین یا موترشون نشسته نماز میخوانن، در حالی که در بیرون جای هست که اونا بتونن جای نماز اوار کنن، نماز بخوانن، باز او کار بکنن. یعنی در نماز ما چیزای ارکانی که در داخل نماز است که قیام هست، استاده شدن است. پس ما اگر زمینه استاده شدن نداشته باشیم، امکان نداره که ما یک جای استاده شویم، بازوجه یا از نظر تکلیف جسمی بحث که نمیتونه استاده شود، اونا برشان عذرشان است. بله، حدیث شریف آمدتون خواندیم که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند که کسی که نماز صبح را بخواند در امان الله است. پس بگوشید که خداوند در مورد چیز دین و قرض خود شما را مورد پرسش قرار ندهد. سبحان الله. نماز که از الله است، از حق بنده نیست، حق الله است. اگر دین از الله در گردن ما مونده باشه، قرض از الله در گردن ما مونده باشه، ما شما نمازهای قضایی که میخونیم که این قرض ادا کنیم، این فرض در گردن ما بود، این نمیشه ادا تا که ما نخوانیم. چیکار کنیم؟ باید بخوانیم. پس آل الله میگه که اگر قرض از ما در گردن شما بود، شما را مورد پرسش قرار میده. زیرا هرگاه الله منان از کسی چیزی را از قرضداری از او یا از طلبش بطلبه، او را فرا میگیره و سپس او را برویش به آتش دوزخ میاندازه. یک قرض، دو قرض، شما از یک بقال اگر میرین یک دو سه بار قرض میگیرین، دفعه چهارم نمیته دیگه بر شما. این قرضای سابق تخلص نکردی، شما دلتان آزرده میشین، خوش میشین، بقال میگین کاری. پس برای الله که روز 5 بار شما از او قرضدار هستین، این روز میشه، ماه میشه، هفته. سبحان الله. برنامه رحمت. السلام علیکم. علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. الله شما درسته؟ الحمدلله. شما خوب هستین؟ الحمدلله. شما نازل استاد. صدایتان نمیشنم. بفرمایید. استاد جان بفرمایید. من میخواستم که همین تلاوت قرآن را خیلی دوست می‌دارم. تمام خویشاوندانم، اهل خویشاوندانم، تمام جمله مؤمن بندگان را مهر محبت قرآن را دلهایشان جا بگرداند، زبانهایشان را بگرداند. آمین یا الله. یا الله. خدا دعایتان در حق کل امت قبول بکنه. کل ما قرآن دوست داشته باشیم، کل ما قرآن خوان شیم. چه خوب دعا کردین شما، خدا خیرتان بده. ما را دعا کنید استاد. شما را خداوند در این دعایتان اول خودتان بهره مند بسازه که دوستی و محبت قرآن سبب نجات شما و همه ما در روز آخرت هم شود. یا الله. بله، ما نماز بر انسان یک پناهگاه بوده. وقتی انسان نماز میخونه، الله مثل که قرض الله دادیم، آل الله ما را محافظه میکنه از رنج و بلا، از تمام تشویش ها. نماز انسان رها میسازه. ما یک حدیث شریف داشتیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای حضرت بلال میگفتن یا بلال، یا بلال و اقم الصلاه ارحنا بها. یا بلال، با گفتن اقامت نماز ما را راحتی ببخش. بلال آزانگوی رسول خدا بود صلی الله علیه و سلم. بلال عزیز رضی الله عنه. اقامه بگو یا اذان بده که ما برای ما راحتی ببخش. سبحان الله. نماز برای رزق و روزی انسان کمکش میرسه. بله، برنامه رحمت است. ما شاید که 3-4 دقیقه با برنامه ما، بر ختم برنامه ما زیادتر نمانده. امیدوار هستم که این بحثی که در رابطه با نماز داشتیم مورد پسند الله قرار گرفته باشه، ما را الله به خودش نزدیک بکنه.
با خواندن نماز ما، با سجده های طولانی که در داخل خانه های ما میکنیم، در نصف های شب بیدار شویم عزیزای من، نمازهای تهجد ما را اهمال نکنیم. برنامه رحمت. السلام علیکم. بله و علیکم السلام. من از تهمین هستم، از آلمان تماس کردم رایتون. بخشید من یک سوال داشتم. بفرمایید. در آلمان زیادتر صادقایشان میخریم به کم فیصد الکل داشته باشه، آیا ما او را میتونیم که استفاده کنیم؟ ساجق میگین؟ ساجق گفتین؟ بله بله. بسیار خوب. و یک سوال دیگم داشت که یگان زن هست که در مسجد میاین مویای خود بسیار بلند بسته میکنن و به سرش چی میکنن، چادر بسته میکنن و نماز میخوان مثل کوکان شکل. و میخوایم که در باره ذکرم حدیث داریم روی صفحه تلویزیون پرتین ما ببینیم که اگر تو گپ هست ما میخوایم در مسجد برایشان بگویم. بسیار خوب. بسیار از پروگرام. بسیار تشکر خواهر عزیز، خدا شما را خیر بده. سوالای مهم کردین. یکی خب ما شما در همین جایی که زندگی میکنیم، در آلمان شما زندگی میکنید، در اروپا حال خمیر تجارت قسم شده که جهانی شده. چیزایی که در اینجا تولید میکنن در کشورهای اسلامی هم میره، ولی در اونجا اگر توجه نکنن، صرف تجارها به خاطر مفاد پولیشان هر چیزی که گیرشان آمد ببرن به خاطر فایدهشان بفروشن و به محتوا و ترکیب از این مواد غذایی یا موادی که در اینجا تولید میکنن، مثل که شما ساجق گفتین. تنها در ساجق نه که در بسیار چیزها مواد مشکوک و مواد مشبوه و موادی که برای ما شما اجازه نیست خوردنش یا بوییدنش ایناش هست. او ساجق که شما در او ترکیبش نوشته باشه که از او چیزها هست، از اون استفاده نکنین خواهر عزیزم. دیگه ساجق ها هست که شما میتونین بدون تشویش ازش استفاده بکنین. و آخرین تلفن من میگیرم. بله سلام علیکم. سلام، خسته نباشید. زنده باشین. علیکم السلام. بفرمایید. برنامه رحمت هست؟ بله بله. شما مستقیما با من صحبت میکنین. بفرمایید برادرم. خسته نباشید. زنده باشین. بفرمایید. یک سوال داشتم بابت نماز ظهر. بله. نماز پیشین اینجا در ما در تورینگن آلمان هستیم، نماز ظهر تا حالا 1 ساعت رفته پیش. بله. 2 بجه دقیق هفته در وسط استاد میشه. آها. ما میتونیم در اون موقع نماز بخونیم یا در تاخیر بندازیم میشه 1 ساعت نیم ساعت دیگه؟ بسیار خوب. دیگه هم چیز گفتنی داشتین؟ زنده باشی، سلامت باشی، جانجوری شما را میخوام. لطف کردین، محبت کردین. خواهر عزیزی من که در خاطر موی که به شکل کوهان شما خودتان هم یک لغتی که در حدیث مبارک آمده شما او را ذکر کردین، کسایی در از جمله علائم قیامت بود یا ای که در آخر زمان کسایی هستن که امی کارا را میکنن. خانما را در این حدیث مبارک منع کرده بودن که شما مویایتان مثل کوهان شتر نسازین. امیدوار هستم که اگر حال وقت کم است در صفحه تلویزیون عزیزا از استودیوی مرکزی متن حدیث مبارک پرتن که شما از استفاده کنید. اگر حال نشد انشاءالله در برنامه دیگه از این استفاده میکنیم. نماز ظهر اگر در اینجا حرف شما منظورتانی بود که آفتاب در وسط آسمان قرار میگیره ساعت 2 و شما در اون وقتهای تحریمی یا مکروه هست که ما نمیتونیم، مکروه تحریمی هست که ما نمیتونیم در وقت نماز بخوانیم. بنابراین باید صبر کنین که آفتاب زوال بکنه. طبعا در اینجا 1 ساعت تغییر کرد و جای شما اگر منطقه شما همه تو باشه که ساعت 2 آفتاب در وسط آسمان قرار داره و سایه نیست در زمین، اون وقت شما باید که انتظار شوین تا آفتاب زوال پیدا کنه. ما از پیش عزیزا میخوایم که اجازه بگیرم، تلفن‌هایی را گرفتن نتونستم، خداوند از اونها راضی باشه. شما را به الله منان میسپارم. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک. خداوند یار و مددگار شما تا برنامه بعدی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
على الروح ريا ومرفأ والأماني ظلاله تتفيا وللحياة ربيع يهمي على الروح ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. و از قرآن آنچه را که شفا و رحمتی برای مؤمنان است نازل می کنیم، ولی بر ستمگران چیزی جز زیان نمی افزاید.